سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی. یه دارویی رو میخوام معرفی بکنم. البته قبلا هم در مورد این دارو صحبت کردیم. از دسته داروی آنتی CD20 ها است. ما با این دسته از داروها آشنایی داریم، ریتوکسیماب و بعدم اوکرلیزوماب که به اسم زاکرل الان در بازار دارویی ما موجوده. خب دو تا داروی دیگه هم وارد بازار دارویی شدن، متاسفانه ما نداریم. یکی اوفاتوموباب هست و یه دارویی که امروز در موردش صحبت میکنم اوبلیتوکسیماب هست. دوستان بعضی وقتا گفتن که چرا داروهایی رو که ما موجود نداریم رو میایید معرفی میکنیم. ببینید، من اول این رو بگم، بدون داشتن آگاهی ما هیچ موقع نمیتونیم مطالبه بکنیم و بدون مطالبه گری هیچ چیز جدید و نوعی رو نخواهیم داشت. این به طور کلی در زندگی ما و در تمام ابعاد زندگی ما هست. با آگاهی و با دانش هستش، با دانستن هستش که ما میتونیم مطالبه گری بکنیم و اون چیزهای جدیدی رو که مورد نیاز ما هست رو کسب بکنیم. اگر ما در جریان اتفاقاتی که در سطح دنیا در درمان بیماری های مختلف، حالا رشته‌ای که من کار میکنم MS هست، قرار نگیریم، هیچ موقع نمیتونیم از سازمان ها و نهادهای مربوطه مطالبه گری بکنیم، از شرکت های مربوطه این رو بخوایم که این داروها رو وارد کنن یا داروها رو بسازن و درمانمون در حیطه ها و در زمان های گذشته باقی میمونه و هیچ موقع پیش به جلو نمیریم. بس خیلی مهمه که علیرغم این که در حال حاضر این داروها رو نداریم، نسبت بهش آگاهی داشته باشیم و از فرصت‌های مختلف برای این مطالبه گری استفاده کنیم. خب اوبلیتوکسیماب که با نام تجاری بریونوی در واقع شناخته میشه، یه دارویی هستش از دسته همین داروهای آنتی CD20. دسته جدیدی از اینا هست، در 2022 اپرووال خودش رو گرفته، یعنی تاییدیه سازمان غذا و دارو FDA آمریکا رو در واقع گرفته. برای کدوم دسته از بیماری ها هست؟ برای بیماری هایی که ریلپسینگ هستن، اصطلاحاً عود کننده، فروکش یا بنده، و یا اونهایی که پیشرونده فعالن، یعنی که حمله داره بیمار میکنه یا در MRIش ما پلاک جدید یا پلاک فعال در واقع میبینیم. برای اینها ما میتونیم از این دارو استفاده بکنیم. پس اونهایی که پیشرونده تنها هستن، این دارو براشون در واقع تاییدیه نداره، در حالی که ما میدونیم که دارویی مثل اوکرلیزوماب برای پیشرونده اولیه یا اصطلاحاً اون PPMS که ما میگیم اپرووال داره. یه مقدار نحوه تزریقش متفاوت هست. یه 150 میلی گرم رو الان میزنن، 2 هفته بعد 450 میلی گرمش رو میان و تزریق میکنند و هر 6 ماه 450 میلی گرم برای بیمار در واقع تکرار میشه. خب اینها نسبت به هم ارجحیت هایی دارن، تفاوت هایی دارن و همیشه خیلی خوبه که ما تمام داروها رو موجود داشته باشیم، چون واقعا در درمان بیماری MS باید بسته به اون فرد اومد و تصمیم گرفت و دارو رو داد. خیلی باید این تصمیم گیری ما شخصی سازی شده باشه و در مورد هر بیماری دارویی که داریم میخوایم بدیم با بیماری دیگه واقعا متفاوت هستش. خب داروی بسیار پرقدرتی هست، جز بهترین داروها محسوب میشه. در تمام مطالعات این اومده تأثیرش که بر عود بیماری و جلوگیری از پیشرفت بیماری. امیدوار هستیم مطالبه گری بکنیم، این داروها رو داشته باشیم. اگر شرکت های دارویی رو میبینیم بهشون بگیم اینها رو وارد بکنن، اینها رو بیان و بسازن و فقط در حیطه یک سری داروهای قدیمی هیچگاه باقی نمونیم. انشالله که همتون سلامت باشید.